وقتی که عبدالملک از جهان گذشت، ابو علی بلعمی با الپتگین که در نیشاپور بود، سرلشکر و والی نیشاپور بود، نامه نوشته گفت که عبدالملک از جهان گذشت و دو کس خواستگار پادشاهی هست، یکی پسر خردسال او نصر و دیگری برادر او منصور ابن نوح. شما چی دستور میدهید کدامی را دستگیری کنیم؟ بعد نامه آمد که مال دولت، ثروت دولت، میراث دولت و پسر میرسد، نه به برادر. از بس که موافق نگارش بعضی تاریخ نگاران نصر خردسال بود، میخواستند که از خردسالی او مثلا برخوردار شوند و او را به تخت نشاندند و خردسالی او را به منفعت خویش استفاده ببرند. بله. او را به تخت نشاندند، ولی در میان مردم بخارا، در میان اهل دربار ناراضگی ها بالا گرفت و شخص با نام ابوالحسن فایق که تربیت دهنده منصور ابن نوح بود، استاد منصور ابن نوح بود، از خردسالی او را پرورش کرده بود. این فایق با سپاهیانش از نبودن الپتگین استفاده کرده و دربار هجوم آورد، نصر را از دربار برکنار ساخت. نصر با یک عذاب از مرگ رهید و به جای او منصور را آورد. بلعمی که بسیار سیاستمدار زیرک و هوشمند بود، دیگر همه را فراموش کرد و نخستین شده بیعت کرد، دست او را در شاهنشاهی دست منصور را بوسید، به سر او تاج نهاد، تاج شاهنشاهی را نهاد و همه اهل دربار را وادار کرد که به او بیعت کنند، یعنی اطاعت کنند، یعنی فرمان او را بپذیرند. و سپس گفت که من کمی گناهکار هستم، این با دستور الپتگین است و من میخواستم که شما را به تخت بشینانم، ولی فرمان او که آمد من گمان کردم که باید دستگیری کنم. و منصور ابو علی بلعمی را بخشید و او در سروزیری ماند و ملک و مملکت داری سر شد. وقتی که آشوب برخیست، همون اهل دربار و ترکا از فرصت استفاده برده قصر عبدالملک را غارت کردند. آنچه دارایی داشت بردند، خانه‌هایش را آتش دادند و پسرش نصر به زور رهید، پسر عبدالملک. و در این فرصت منصور ابن نوح خزینه را هوی کرد، سپهسالاران ترک و سروران لشکر ترک را دستگیری نمود و آنها خزینه و پول و دارایی داد تا دل آنها را بیابد. و چند از اهل دربار و او گفتند که الپتگین 50 سال است دولت سامانیان را زیر دست دارد. او ثروت یگان داشته که ثروت او از ثروت شاهنشاه کم نیست. برای همان خوب میشد که او را دعوت میکردی و دستبوسی و با بیعت کردن و با همین بهانه او را از میان میبرداشتیم. منصور ابن نوح نامه نوشت به عبدالملک که تو سرور ما هستی، نیروی دولت و نیروی لشکر در دست تو هست. همه آمدن به دستبوسی ما با بیعت کردن، ولی شما نآمدید. درخواست زیاد داریم که به بخارا آمده به ما یگان پند و یگان سخن پدرانه گویید، راه و روش نشان بدهید. الپتگین که بسیار مکار بود فهمید که در این حالت او به چنگ می افتد و در حال به زندان یا کشته می شود و او نآمد. تحفه فرستاد، تحفه زیادی با گماشته هایش فرستاد. گفت که شهر ناآرام است، نیشاپور ناآرام است، فلانی ها حسن فروزان و دیگران سر برداشته ایستادند، من می آیم و دیرتر. منصور این را پی برد. بعد چند ماه فرمان داد که از سرلشکری الپتگین برکنار کرده شود. به جای الپتگین ابو منصور عبدالرزاق را که از توس بود و یک وقت والی خراسان هم بود، همون را به جای او نشاند و دستور داد که تو الپتگین را کار کرده دستگیر میکنی و نمیگذاری که او از دریای آمو سوی بخارا گذرد.
او حراس داشت که این 30,000 لشکر داشت 30,000 لشکر داشت و اگر تاریخ نگاران میگویند و اگر میخواست 100,000 میلیون داشت و این خطر داشت برای بخارا. بله. برای همون با ابو منصور عبدالرزاق دستور داد که دمی راه الپتگین رو بگیر و اگر امکان باشد او رو داشته به نزد من فرست. و این یک سیاست بسیار آخرانه بود که با پشتیبانی ابو علی بلعمی سر زد. ابو علی بلعمی مصلحت داد که تو اگر ابو منصور عبدالرزاق را به تخت بنشانی، او مردم توس بود، یعنی از همراجان همون تاجیکان بود، اون را اگر به تخت بشینانی اینها هم فکر نمیشوند، چون که ابو منصور عبدالرزاق هم دردی کینه داشت نسبت به خاندان سامانیان. اگر اینها یک جو شوند آنها میتوانند از دریای روم یک دو یک، از دریای اومو یک دو یک داشته بخارا را ضبط کنند. در این فرصت وقتی که ابو منصور عبدالرزاق به تخت نشست، الپتگین به ترخت آمد همراه 30,000 سپاهیانش. در ترخت لشکرگاه داد، چند مدت ایستاد و دید که از بخارا نامه نیکی نمیرسد و او را مثلا بخشیدنی نیستند. سپهسالارانش را گرد آورد و گفت که میدانید چرا ما را به بخارا میخوانند؟ میخواهند که ما را سر بدانند، نفری را سر بدانند که 50 سال 55 سال جانسپارانه به آنها خدمت کرده است. برای همین چی میگوید؟ من چیکار کنم؟ گفتند که ما میرویم بخارا را میگیریم. اکنون این گفته نظام الملک است در سیاستنامه و تو را به تخت میشینانیم. نظام الملک مینویسد در سیاستنامه که الپتگین میگوید که من نمیخواهم به جای آنها بشینم، من پیر شده ام و مردم میگویند که این الپتگین پیرانسر را ببین که در پیری دولت سامانیان را برهم داد و به تخت خودش نشست. من به طرف بلخ و به طرف هندوستان میروم، کسی که همراه من میرود برود، کسی که همراه من رفتنی نیست بگذار پی کار خودش به نزد سامانیان رود یا به اختیارش. قسم زیادی لشکر همراه شدند. این به طرف هرات حرکت کرد. الپتگین همراه سپاهیانش از هرات به بلخ رفت. در نزدیکی بلخ یک دلخورد شد. حاکم بلخ را پذیرفت و در نزدیکی بلخ لشکرگاه داد و آورده و جارچی فرستاد و پیکرتان فرستاد که کسی همراه من به هندوستان رفتنی هست بیاید در لشکر من همراه شود. ما همصف میشویم و چغانیان و هریو و یعنی هرات و آنها به صف این همراه شدند و طلبان، چون که این سرلشکر بسیار نامدار بود، آورده‌دار بود و آنها همراه این به بلخ آمدند. و منصور ابن نوح دید که کار تا این درجه رسید، با وحی گفتگی یک سرلشکرش را با 12,000 سپاهی فرستاد به مقابل الپتگین. الپتگین در یک دره تنگ با نام خلم در همونجا جای گرفت، سپاهیانش را تقسیم کرد و وقتی که با بدای و این دره وارد شد با 12,000 سپاهی او کمتر بود، میگویند از 3,000 زیاد بود، میگویند سپاهی محبت میکنند. شاید ممکن 5-6,000 سپاهی داشت. از بالا و از سه طرف از بلندی ها تیرباران کرد و با وی شکست خورده عقب نشست و بدور خلاص شد. در این نبرد یکی از تقایان منصور ابن نوح اشتراک داشت، تقایی هایش، یعنی او به دست افتاد و منصور ابن نوح برای رها کردن تقایی هایش با یک سرلشکر را با نام اشعث فرستاد، اشعث ابن محمد. و این اشعث قریب با 30,000 سپاهی آمد و الپتگین از بلخ طرف غزنین حرکت کرد و در نزدیکی شهر غزنین یک جنگ کلان شد و این هم خفا گشت. الپتگین گویا شکست خورد و خفانشینی کرد و گماشته هایش را به نزد منصور ابن نوح فرستاد که من به تو اطاعت میکنم، از اطاعت تو سر بیرون نمیارم، و من اجازت ده که من همون کفارای هند مسلمان کنم و حق خدمت خود شما را میفرستم. و منصور ابن نوح دید که راه آسانش همین خط سازش بستن است و سازش کاری کرد و با همین الپتگین پادشاه کابل، پادشاه
غزنین رو شکست داد، در حاکمه غزنین خودش نشست و با همین لشکرکشی‌هایش به طرف هند سر شد. در این ایام منصور ابن نوح که والی خراسان و سرلشکر خراسان ابو منصور عبدالرزاق را گذاشته بود. در رفتار ابو منصور عبدالرزاق کمتر ناهمواری ها حس کرد و مثلا هنگام رفتن به طرف هرات دروازه های هرات را بسته بودند، دروازه های هرات را شکسته غارت کردند مردم را و همین را شنیده از سرکشی او مردم گفتند که او با بویهیان سازش بسته است. خاندان بویهیان رکن دوله و علاء دوله و منصور ابن نوح شبهه کرد و کوشش نمود که او را از دولت برکنار سازد. منصور ابن عبدالرزاق این را پی برده کوشش کرد که سپاهیانش را گرد آورد، برای مقاومت آمادگی گیرد و او فرزند ایران زمین که بود با بویهیان و با مثلا کابوسیان سازش داشت، آنها را از جنگ و نبرد همدیگر باز می داشت و کوشش می کرد که در سرزمین ایران آرامی باشد. او یک مرد فرهنگ دوست، یکی از نفران بود که نخستین شده برای گردآوری شاهنامه فردوسی تلاش نمود. او دستور داد که از شهر هری، از توس، از نیشاپور و از بلخ دانندگان شاهنامه را گرد آورند و آنها بدیهتا شاهنامه را می گفتند و اینها می نوشتند با خط نو و با همین شاهنامه ابو منصوری به نام همین گذاشته شد. شاهنامه ابو منصوری گردآوری شد و 4 نسخه برداشتند و یکی از نسخه هایش را به همین منصور ابن نوح فرستاد. این قصه بسیار مهم است و منصور ابن نوح فرستاد و گفت که این سرنوشت پدران شماست، سرنوشت پادشاهان عجم است و تا زمان شما این دوام میکند. و وقتی که منصور ابن نوح این شاهنامه را گرفت، در این دوره در بخارا تلاش های شاهنامه گویی افزوده بود. دقیق گفته که یک شاعر با هدایت بلعمی به قبول منصور ابن نوح رسید که او گفت من شاهنامه می نویسم و شاهنامه نویسی را سر کرد و داستان گشتاسپ را نوشت. گشتاسپ نامه را نوشت که یک غلام ترکش او را کشته، اسبش را گرفته گریخت و در این دوره فردوسی تقریبا 20-25 ساله بود و او به بخارا با کافتن همان نسخه شاهنامه ابو منصوری آمد. در بخارا پریشانی بود، کشاکش بود. او با قبول منصور ابن نوح نرسید، نتوانست. در بخارا نشد. همون در بخارا تقریبا از روی نگارش همون علمان ایرانی در بخارا تقریبا 1 ماه ایستاد. شاهنامه ابو منصوری را دسترس کردن نتوانست و سپس همون گشتاسپ نامه دقیقی را به دست آورد و ناچار به توس بازگشت. من این را در رمان ابو ابراهیم منتصر و پسین پادشاه سامانی از خاطره های ابو ابراهیم منتصر، از شنیده های از پدر یادآوری کردم. آمدن سرنوشت دقیقی و آمدن فردوسی را به بخارا من یادآوری کردم در همین رمان. برای همین من همه را خاطررسان کردم. و در این دوره ابو منصور عبدالرزاق ناچار کمتر ناآرامی ها را پیشگیری میکند که در این دوره ابوالحسن سیمجور را والی نوی خراسان میگذارند. ابوالحسن سیمجور او به جای ابو منصور عبدالرزاق می آید، بین آنها چند بار زد و خورد می شود و ابوالحسن سیمجور می بیند که ابو منصور عبدالرزاق را با آسانی شکست دادن ممکن نیست. با یکی از دوستان او وشمگیر ابن کیکاووس زبان می یابد. با طبیب خاصه ابو منصور عبدالرزاق دوستی داشت. با همون 1000 دینار زر سرخ می فرستد، می گوید همین مردک را یک بلا کرده، زهر ده که از میان رود. و طبیبش یونانی اصل بود، یوحنا نام داشت. همون 1000 دینار را می گیرد و
زهر دیر تاثیر کننده به ابو منصور عبدالرزاق میدهد. ابو منصور عبدالرزاق میبیند که حالش بد شد، از کسی بدگمان نشده میگوید که این تاثیر همون رامیای ملک است، به طرف کوه علموت حرکت میکند و در راه در کوه علموت وقتی که سپاهیان پیش میرفتند این خسته شده میفراید، میگوید من دیگر قوت ندارم، من ناتوان شدم. سپاهیانش میگریختند و یک غلام داشت همون رکابدار ترک. این ابو منصور عبدالرزاق را وقتی که دیگران رفتن با یک شمشیر میکشد و لباسها و اسبش را گرفته میگریزد و ابو منصور عبدالرزاق هم از دست یک ترک بدبخت کشته میشود. در این دوره منصور ابن نوح ابو علی سیمجور را فرستاده بود. ابو علی سیمجور میخواهد که با همون رکنالدین بویه سازش بندد و او به طرف شهر رای لشکر میکشد. در تهران امروزه هست. رای لشکر میکشد و در راه وشمگیر که ابو منصور را کشته بود، یکی از سرلشکران و راه بلد بود، در راه کشته می شود. بعد یک ماهی مرگ همون ابو منصور عبدالرزاق این هم کشته می شود ناگهان از اسب افتادن. و با همین اینها با رای و با حاکم رای سازش می بندند که هر سال 100,000 دینار مبلغ برای همون حاکمان چی می فرستید بخارا و با همین شرط سازش را به انجام می رسانند. و در این وقت ابو علی بلعمی از وزیری می رود و به جای او عتبی می آید. عتبی یک غلامزاده داشت به نام ابوالحسن توش و هم سرلشکر بود. در گوش منصور ابن نوح می خواند که این سیمجور اینقدر وی کرده ایستاده است، خیال کرده ایستاده است، دولت را درست نگاه نمی دارد، بیا همین ابوالحسن توش به جای او میمانیم. بعد والی خراسان ابوالحسن توش ترک میمانند. با او رفته همراه سیمجور کمتر تلاش میکند و کوشش میکند، با همین نیشابور پیشینه بر این آرام نمیگیرد. گرچنده بعد تاریخ نگاران میگویند که با سیاست گسترده منصور ابن نوح مدت همون خراسان و مدت نیشابور آرام گرفت و توش هم لشکر میکشد. ابوالحسن توش هم این هم سازش میبندد. اون وقت یک سیاستی بود که مثلا همون سودا میکردن، وقتی که شهر رو محاصره میکردن و آدم میفرستادن، از اون طرف آدم میفرستادن که شما محاصره رو با چقدر ارزش تمام میکنید، یعنی خفا میگردید. اونها نرخ میگفتن و اون حکیم شهر همون پولا میفرستاد، اینا لشکر گرفته خفا مینشستن. همین سیاست مثلا فساد در میان لشکریان ترکی خاندان سامانیان پیدا شد و رواج یافت. و در دوره سر حکومت بودن منصور ابن نوح. و منصور ابن نوح خیلی تلاش ها کرد در دوره او، مثلا جبال و طرف مثلا بحر خزر، بعضی ولایت های بحر خزر به حکومت او همراه شدند. با او خلیفه موتی منشور حکومت فرستاد. او کوشش نمود که همین آرامی بخارا را تا اندازه نگاه دارد. او یک مرد فرهنگ دوست بود. همین تاریخ تبری 16 کتاب است. در دوره او ابو علی بلعمی نخستین شدن. حادثه های مهمی همون تاریخ تبری را جفیده، چیزهای درکاری را در 2 جلد پیشنهاد کرد و در این دوره با سعی او تحمیم ابو علی بلعمی مخصوصا تاریخ خاندان سامانیان، تاریخ دولتداری عجم گسترش یافت، افزود همون را. آن چیزایی که نمی رسید درباره تاریخ عجم من در نظر دارم، دولتداری خیونیان و دولتداری عهد پیشدادیان و دولتداری عهد ساسانیان و همون را افزود تا دولتداری سامانی آورده مینه. این یک اقدام بزرگی بود که مثلا با پشتیبانی منصور ابن نوح جریان گرفت و بالای این منصور ابن نوح که پشتیبان زبان و فرهنگ بود، فقیهان و بزرگان دین را جمع کرد که
آیا ما حق داریم که همین قرآن عظم الشان رو به فارسی برگردان کنیم؟ آنها گفتن که کسانی که عربی را نمیدونن میتوانند مثلا قرآن رو به فارسی بخونن. برای همین دستور داد که تفسیر قرآن کریم رو به زبان تاجیکی برگردان کنند. این یکی از اقدام‌های نخستین بود که در خاندان همان سامانیان برگردان کردن قرآن به زبان تاجیکی یا به زبان فارسی صورت گرفت. و همین تفسیر قرآن هم با سعی و تحمیم همین مرد بزرگ یعنی به زبان تاجیکی برگردان شد. مردم مثلا فهمیدن که همون کتاب بزرگ عثمانی چی مضمون و چی دارد، به زبان مادری خود آشنا شدند. حال آنکه در اون دوره بعد مثلا همون قتیبه زبان عربی رواج یافته بود و این همون گسترش زبان عربی را در سرزمین مثلا سامانیان، موارونه، خراسان باز داشت. بله. و گسترش زبان مادری زبان تاجیکی را مثلا افزود. بله. مسجد ها ساخت، چندین قصرها ساخت در لب جوی مولیان و در آبادی بخارا، در آبادی راه، در آبادی کاروانسرای ها، در آبادی گرمابه ها، اصول معماری همون نیاگان را نگاه داشته چندین بناها و عمارت ها و خانه ها ساخته. مثلا از آبادانه شهر بخارا پشتیبانی میکرد. و همین منصور ابن نوح بعد 16.5 سال پادشاهی از جهان گذشت و به جای او پسر کلانش نوح ابن منصور به تخت نشست. نوح ابن منصور اینجا 2 نوح هست، 3 نوح هست حتی. برای همون نوح ابن منصور پسر مثلا منصور ابن نوح می باشد و من گمان میکنم که دونستن تاریخ دولتداری سامانیان و اکثر مردانی که مثلا حس ملی، حس وطنداری، حس استقلال خواهی، حس بزرگداشت زبان را دارند خیلی واجب است. بله. و من سپاس میگویم به نمایندگان تلویزیون سفینه که این اقدام را پشتیبانی کرده سرنوشت خاندان سامانیان را برای تماشابینان پیشکش میکنند.